تا حالا سماق پلو درست کردین؟ این غذا علاوه بر خوشگل و مجلسی بودن رنگ و روش، طعمش خیلی نزدیک به کبابه و میتونه یک گزینه مناسب برای مهمونیاتونم باشه. من بهنام رستمی هستم و امروز میخوام در کنار آموزش ساده سماق پلو آبکش کردن برنج رو هم بهتون آموزش بدم. پس با من همراه باشین. برای آبکش کردن برنج اول برنج اعلای ایرانی رو میریزیم توی یه ظرف و 3-4 بار خیلی آروم اون رو با آب سرد میشوریم و آبش رو عوض میکنیم تا خاکش گرفته بشه. اگه برنجتون آشغال داره باید از قبل اون رو پاک کنین تا خیلی برنج رو چنگ نزنین و زیاد نشوریدش که دونه های برنج شکننده نشن و حین پخت شفته نشن. حالا در حدی که آب برنج کمی طعم شوری پیدا کنه بهش نمک اضافه میکنیم. برای 4 پیمونه برنج تقریبا 3 قاشق چای خوری نمک میریزیم و میذاریم 3 ساعت برنجامون خیس بخورن. حالا گوشت چرخ کرده رو میریزیم توی یه ظرف و بهش پیاز رنده شده، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه و سماق اضافه میکنیم و چند دقیقه ورزشون میدیم تا کاملا حالت چسبنده پیدا کنن. دوستان عزیزم، اگر که این آموزش رو دوست دارین، برای دیدن آموزش ساده و آسون کلی غذای خوشمزه سنتی و محلی ایرانی میتونین وارد صفحه من بشین و پیجم رو سابسکرایب کنین، زنگولش رو هم فعال کنین تا هر وقت آموزش جدیدی میذارم یوتیوب بهتون نشونش بده. وقتی گوشت ها چسبندگی پیدا کردن و به این حالت در اومدن، با دست خیس اونها رو به شکل قلقلی و گرد در میاریم و برای خوش طعم‌تر شدن و ظاهر بهترشون توی روغن چند دقیقه تفتشون میدیم در حدی که رنگشون تغییر کنه. پخت گوشت ها لای پلو اتفاق میفته، پس فقط در حد تغییر رنگ تفتشون بدیم. حالا اگه میخواین گوشت ها خیلی جذابتر هم بشن، میتونین مثل من کمی زعفرون آب کرده هم بریزین روشون و بذارین زعفرون هم به خورد گوشت ها بره و طعمش رو عالی تر کنه. اینم از گوشت های قلقلی ما که حسابی طعم گرفتن و میذاریمشون کنار. بریم سراغ باقی کارها. اینی که میبینید پودر لبوه که علاوه بر کلی خاصیت میتونه رنگ خیلی جذابی هم به خوراکیاتون بده. فقط کافیه مثل زعفرون 1 قاشق چای خوری بریزید توی ظرف و روش آب جوش بریزید و بذارید روی حرارت بخار کتری تا دم بکشه و خوب رنگ بگیره. حالا بریم سراغ درست کردن برنج. توی قابلمه آب رو جوش میاریم و بهش نمک میزنیم. برای 7 لیوان آب حدوداً 4 قاشق چای خوری نمک تا آب کمی طعم شوری داشته باشه. بعد آب برنجی که 3 ساعت خیس کردیم و دور میریزیم و برنجش رو به آب در حال جوش اضافه میکنیم و حرارت هم باید کاملا زیاد باشه. کف روی برنج رو هم میگیریم تا در نهایت برنج شفافتری داشته باشیم. بعد از حدود 7-8 دقیقه باید بسته به نوع برنجتون خودتون تستش کنین. وقتی برنج نیم پس شد، یعنی سطحش نرم بود ولی داخلش هنوز سفید و نپخته بود، اون رو آبکش کنین. دقت کنین که زیادی پختن برنج توی آب باعث شفته شدن اون حین پخت میشه. حالا روغنی که گوشت رو توش تفت دادیم میریزیم کف قابلمه و هر تدیعی که دوست داریم میچینیم کفش. من از تدیگ سیب زمینی استفاده کردم. بعد لایه لایه برنج آبکش شده، سماق که مقدارش هم به خودتون بستگی داره. من 2 قاشق غذاخوری برای 4 پیمونه برنج میریزم. گوشتایی که تفت داده بودیم و آب لبوی قرمز و خوش رنگ میریزیم روش و بعد لایه بعدی برنج و سماق و گوشت و آب لبو و در قابلمه رو میذاریم تا سماق پلوی جذاب و خوش رنگ و خوشمزمون 45 دقیقه با حرارت کم دم بکشه و آماده خوردن بشه. به به به، چه عطر و بوی کبابی توی خونه پیچیده. امیدوارم شما هم این غذای لذیذ رو تست کنین و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. گوجه کبابی و فلفل کبابی هم کنار سماق پلو اکیداً توصیه میشه. به به، عجب چیزی شد و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانت. اگه موافق باشین که بریم سراغ مقدار مواد لازم سماق پلو برای 4 الی 5 نفر.
گوشت چرخ کرده 250 گرم، برنج 4 پیمانه، پیاز 1 عدد، پودر لبوی خشک 1 قاشق چایخوری، سماق 2 قاشق غذاخوری، زعفرون آب کرده، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم این آموزش رو هم دوست داشته باشین و به زودی امتحانش کنین و از خوردنش لذت ببرید. حالا بگید ببینم اصلا تا حالا سماق پلو خوردین؟ نظرتون در مورد این غذا چیه؟ اگه نخوردین که از دستش ندین و خیلی زود دست بکارشین. تا یه آموزش خوشمزه دیگه خیلی مواظب خودتون باشین. فعلا خداحافظ.